ساکنان جماعت سنگتوده دنغره امسال جشن نوروز را در میان خرسندی آمد بهار و نگرانی از پهنشوی بیماری کرونا ویروس تجلیل کردند. دهه بلکدشت میزبان این جشن نوروزی بود و ساکنان دهه‌های قزانگذر و تویتاش نیز در آن اشتراک داشتند. جشن در قیاس به سالهای گذشته خیلی هم مختصر گذشت. در تنتنه‌های نوروزی بلکدشت شماری از سالمندان نیز اشتراک داشتند. با وجود فضای ادانه احساس می‌شد که پهنشوی ویروس کرونا این پیران روزگار دیده را هم نگران کرده است. پروردگار مردم تاجیکستان را در پناهش نگاه دارد، از هر گونه آفت و ما و شما را نگاه دارد. خدای تعالی کنجی امانی عطا کنند. با این وجود این موسفیدان به آینده نظری نیک دارند و دست دعا می‌بردارند که مردم از گزندهای روزگار در امان باشند. ما می‌خواهیم که دائما همین مملکت تاجیکستان آزاد و خرسند و همه کسادو امین بدارد. درباره ویروس چی میشنوید؟ چی میدونید؟ ویروس خیلی میشنویم، خیلی کسادو بیماری اومده گفته تحقیق کردن ما خیلی چنین خودمون کم نظارت کردیم، گفتیم که خیلی خورور دست و پنج تا بشه، مثلا یک چه دیگه بود بشه صابون شو کنید دستاتون که هم کسادو امین بدارد. در این محفل نوروزی دهه بلکدشت زنان از دهات اطراف حضور داشتند و گرد خوان نوروزی از هر باب صحبت می‌کردند. نگرانی از کرونا ویروس از موضوعهای صحبت‌های آنها بود. هر اون کسی که در اینجا حضور داره از صمیم قلبم برای نوروزی آرزوهای نیک انسانی خود را میکنم. بعداً آرزو دارم که همیشه آسمان صاف باشد و دنیا تنجی باشد و از همه کار و روزگار زندگی همه در آبادی باشد و از این کسلی و بیماری ها همه ما را خداوند حفظ نماید. در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا برای جلوگیری از پهنشوی بیماری کرونا ویروس تدابیر سخت روی دست گرفته و چاره‌بینی‌های سر آدم را منع کردند، در تاجیکستان تنتنه‌های نوروزی ادامه دارند. ولی با این وجود نگرانی‌ها از سرایت این بیماری میان مردم پابرجاست.